الله الرحمن الرحیم. سلام وقتتون بخیر. انشالله خوب هستین، صحتمند، بخیر آمدین. بچه‌ها شما خوب هستین؟ بسیار خوب. بریم که درس خود شروع کنیم و ببینیم که کدام مضمون کدام موضوع هست و چی را باید امروز بخوانیم و بفهمیم. درس ما درس 20 فصل 2 جغرافی صنف 7 است. یک سوال پرسان کرده که از مالداری، علفچرها و جنگل‌های افغانستان چه می‌دانید؟ این سوال در جریان این درس باید جواب بدیم و کاملا بفهمیم که این عنوان درس ما و شما بین صفحات 57 الی 60 کتابتان آمده. اما پیش از او یک مرور کوتاه به درس گذشته هم داشته باشیم که ما شما در مورد نباتات افغانستان خواندیم. گفتیم که در کل نباتات افغانستان به دو بخش تقسیم میشه: نباتات صنعتی و نباتات طبی. که نباتات صنعتی شامل چه چیزا میشد؟ 3 چیز براتون نام گرفته بودم: پنبه بود، لبلبو بود و نیشکر. گفتیم که این 3 قلم زراعتی در کدام موسم سال کشت میشه، در کدام آب و هوا در چه رقم زمین کشت میشه، سال چند بار حاصل میته. این نظر به اون مناطق گرمسیر و سردسیر بود، از جمله ولایت ننگرهار و لغمان هم آوردن نام گرفتم و گفتیم که از اینا چی میسازیم. یک چیزی بسیار مزه‌داره که من همیشه نوشان میکنم، میفهمین چی بود؟ گور یا گور. همونطور است نه؟ بله، قصهش گفته بودیم. و نباتات طبی افغانستان هم شامل زیاد چیزا میشد. از جمله گفتیم زعفران که در دنیا مقام اول داره ماشاءالله. در ولایت‌های غربی ما از جمله هرات ما زیاد کشت و زر میشه. جوانی و بادیان که ما شما جوانی بادیان میگیم، یک طعم بسیار زیاد خوب داره، حتما دیگه نوشان کردین. شیرین بویه، کاسنی، پنیرک، اسفند، بسیار چیزهای دیگر ما شما نام گرفتیم که جزء نباتات طبی ما شما حساب میشه. چند سوال هم براتون کار خانگی دادیم، حتما او را حل کردین انشاءالله. بسیار خوب. اما بیاین اهداف درس را ببینیم که اهداف درس چیست؟ برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما شما کسب معلومات در مورد مالداری در افغانستان است. هدف دوم ما شما آشنایی با جنگل‌های افغانستان است. در این درس ما شما یک سفر و چکر خواهد داشتیم به جنگل‌های افغانستان و مناطق را خاص شناختیم که در او جنگل‌های افغانستان هست و زیبایی طبیعی به سرزمین ما شما بخشیده. پس آماده هستین که بخیر شروع کنیم؟ بله. بسیار خوب. گوش کنین که سوالاتتان یادداشت بگیرین. اگر سوال داشتین از من بپرسین. پس بیاین که درباره مالداری در افغانستان گپ بزنیم و بفهمیم و بخوانیم. مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخلی افغانستان حساب میشه که به 2 نوع تقسیم میشه. یک، حیوانات اهلی. ای که حیوانات اهلی چی چیزا هست؟ ای را دانه دانه براتون میگم. در مورد هر حیوان براتون خواهد گفتم که خوب در مورد ای منبع مهم ثروت داخلی خود بلد شویم و آشنا شویم. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه‌ای، مرکب، اسب، اشتر یا شتر و مرغای خانگی میشه. پس حیوانات اهلی که در افغانستان تربیت میشه و ما و شما معمولا در خانه‌های خود، در حولیای خود از اینا داریم. شاملش چی چیزا بود؟ گفتیم که گوسفند و بز و گاو شیری و قلبه‌ای، مرکب، اسب، شتر و مرغای خانگی است. این اولین نوع از حیوانات است که در افغانستان هست. پس بیاین درباره گوسفند بگیم که گوسفند افغانستان و انواع گوسفند افغانستان در دنیا شهرت داره. در افغانستان انواع گوسفند هزارگی، ترکی و قندهاری بسیار شهرت داره و رمه های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارا و کوچیا نگهداری میشه که از گوشت، پوست، پشم و رودهشان بسیار زیاد خوب استفاده هم میشه. پشم، پوست و روده گوسفند به خارج از افغانستان هم از افغانستان صادر میشه که در اقتصاد ما و در تجارت ما بسیار زیاد اهمیت داره و نقش بازی میکنه و روده گوسفند ترکی خریدارای بسیار زیاد هم داره. گوسفندهای قرقل که زیادتر توسط مالدارای صفحات شمال و شمال غرب کشور ما مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب،
کندوز و هرات نگهداری میشن. از پوستش پوستین و پوستینچه ساخته میشه و به ممالک سرزیر مثل کانادا، روسیه و ایالات متحده آمریکا فرستاده میشه، خریدار داره و به فروش میرسه. پوست برای قرقل بگوییم که پوست برای قرقل به نام پوست سور، کبوتچه، سیاه تقر به ممالک اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا، هند و آمریکا صادر میشه و نام‌های مختلف هم داره که ما شما این پوست بشناسیم و یکی از اقلام است که ما شما را در اقتصاد ما بسیار زیاد کمک میکنه. اما درباره گاو شیری بگوییم که من خودم شیر را بسیار زیاد دوست دارم، چون وقت شما شیر میخورین انواع منابع ویتامینی در شیر هست. گوش کنین که حتما صبح بعد از اینکه از خواب خیستین، دسترویتان شستین، نمازتان خواندین، در وقت چای یک گلاس شیر نوشجان کنین، وقت خواب هم شیر نوشجان کنین که یک چیز بسیار زیاد مقوی و مغذی است، فراموش ما نشه. از گاو شیری لبنیات به دست میآید و زیادتر پیش زمیندارا و دهاقین در دهات کشور ما و شما نگهداری میشه. اگر شما از نقاط مختلف افغانستان هستین، از ولایت‌های مختلف هستین، معمولا شاید خودتان زمین داشته باشین، شاید دهقان داشته باشین یا دهقانی کنین، حتما دیده باشین که فامیلای ما، در قریه ما، دوستای ما، قومیای ما شما گاو نگهداری میکنن و از او لبنیات به دست میآید، مثل شیر، مثل ماست، مثل چکه، پنیر، قیماق، قرود میسازن که قرود دیگه واه 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 چه چیزه مزادار است، او دان خودم رفت. اما به این در مورد حیوانات باربره که در افغانستان هست و به خاطر باربری ما شما انتقال پس چیزا استفاده میکنیم، بگویم چی چیز است. 1 اسب، 2 شتر یا اشتر، 3 مرکب یا خر ما شما میگیم. بریم راجع به اسب بگوییم. اسب قطغنی، مزاری، ترکمنی و هیراتی بسیار زیاد مشهور است و به خاطر سواری، بزکشی، نیزه‌بازی، باربری، دهقانی و در کراچی و گادیا هم ازش استفاده میکنن. پس ما شما از اسب بسیار استفاده خوب میکنیم. دیگه اشتر یا شتر که ما شما میگیم. اشتر زیادتر پیش کوچیا نگهداری میشه و در موقع کوچکشی از یک منطقه که میخواین برن به مناطق سرسبز و علفچرا، از او به خاطر باربری خود استفاده میکنن و میگن که اشتر حیوان وفادار است که خار میخوره و بار میبره. واقعا همینطور هم است. اشتر یا شتر خوبی دیگه هم داره، در کوهان خود آب ذخیره میکنه، حتی بسیاری روزا میتونه که از او استفاده کنه، حتی غذای خودم نگهداری میکنه و از او استفاده میکنه. و حیوان دیگه که بازم باربر است، مرکب یا خر. مرکب بیشتر به خاطر بارکشی استفاده میشه و زیادتر پیش دهقانا و خرکارا نگهداری میشه و مرکب صفات شمال قویستن و جسامتشان هم بسیار زیاد کلان. پس به خاطر باربری از مرکبم در نقاط مختلف افغانستان استفاده میکنن، مخصوصا مرکبای سمت شمال ما و شما قویستن و جسامتشان هم کلانتر است. به خاطر چی؟ به خاطر که علفچرها در قسمت ها بسیار زیاد است، خوب تغذیه میشن. و حیوانات وحشی و پرنده های افغانستان که نام نگیریم دیگه درس ما بیخی دیگه بیمزه میشه، ناتمام میشه. در کشور ما افغانستان 120 نوع حیوان پستاندار وحشی وجود داره، از جمله یک ذره دیگه اینجا چی میشه درس ما؟ ترسناک، مثل پلنگ، مثل شیر، مثل گرگ، روباه، شغال، خرگوش و غیره. این حیوانات پستاندار وحشی است که در کشور ما 120 نوش است که من براتون چند نوش نام گرفتم و در حدود 500 نوع پرنده های مختلف هم در کشور ما شما وجود داره، از جمله کلنگ، قاز، شاهین، مرغابی یا مرغ آبی، کپک، مرغ دشتی و اقسام گنجشکایی که هست. این تمامش 500 نوع پرنده است که در افغانستان تا هنوز دیده شده، شناسایی شده و هست در طبیعت ما شما هست. کلنگ ما دیدیم معمولا در آسمان که میرن، دیدین به شکل یک 7 میرن، به شکل یک 8 میگن میرن یا 7 میرن. شاهینم، قازم، مرغابی، مخصوصا اگه شما باغوش کابل رفته باشین، بسیاری از این حیوانات هست فکر کنم که
شیر داریم، پلنگم داریم، ما زیاد نرفتیم، گرگم داریم، روبا داریم، شغال داریم، شادی داریم، بسیار حیوانات دیگه هم از باغ وحش ما، کلنگ قاز چیزا مشم. شاهین فکر کنم است. بسیار خوب. از حیوانات که گفتیم، از علفچرها که نگوییم نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر که حیوانات اهلی و وحشی ما از علف و علفچرها استفاده میکنن. چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین در بر میگیرن. ماشاءالله چقدر زیاد است. پس به هر اندازه که حیوان و مواشی داشته باشیم، برای تربیش زمین و علفچر کافی ما شما در اختیار داریم که خداوند طبیعی بر ما شما داده و یک کلان نعمت است. چمنزارهای گرمسیر معمولا در صفات شمال، جنوب و شرق کشور و چراگاه دائمی حیوانات تشکیل میدن. یعنی در این مناطق همیشه که شما برین در فصلهای مختلف حتی چراگاه ها هست. مثلا وقتی شما طرف مشرقی میرین، جلال آباد که همیشه بهار است، گرم است، علفچر هم هست. و در ساحه جنگلات، دره‌ها و دامنهای سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگه افغانستان هم علفچرها در شمال، مثلا ولایت‌های مرکزی، شرقی و جنوبی و دشت ناور غزنی، در هوای معتدل بهار البته و هوای گرم زمستان چراگاهی بسیار زیاد خوبه هست که برای مالدارا و مخصوصا برای کوچهای مالدار کشور ما بسیار زیاد خوب است و ازش استفاده میتونن. پس ما شما علفچرهای بسیار زیاد خوب داریم در افغانستان که به خاطر تربیت مواشی و حیوانات میتونیم ازش استفاده کنیم. اما جنگل‌های افغانستان، ما فکر کنم یک جنگل افغانستان دیدیم طرف ولایت خوست، پکتیکا و پکتیاویا، مخصوصا خوست که ما رفتیم دیدیم بسیار زیاد مقبول است. راجع به جنگل‌های افغانستان بگیم. البته ما شما میفهمیم که جنگل هدیه خدایی، ثروت طبیعی و دارایی ملی سرزمین ما، کشور مقبول ما افغانستان است. جنگل‌ها مناظر زیبا و تماشایی دارند و پناهگاه حیوانات وحشی و پرنده ها هم هستند. هوای مناطق جنگلزار تازه، شفاف و دلپذیر است. وقتی میرین چه یک هوای تازه و پاک است. تنفس میکنین راسن میره به ششایتون، پاک صفا، بر سطح چقدر خوب است. در افغانستان در حدود 2 میلیون هکتار زمین ساحه جنگلزار در بر میگیره که مناطق جنگلزار کشور ما دولت‌های نورستان، کنر، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، بغلان، سمنگان، سرپل، بادغیس و هرات این ولایت‌هایی است که جنگلزار دارن و مناطق جنگلی دارن. چوب چارتراش کنر و نورستان خریدارای بسیار زیاد در سطح جهان داره و قلم مهم صادراتی کشور ما هم حساب میشه که در اقتصاد ما بسیار زیاد نقش داره. اما توجه جدی دولت خوشبختانه در ممانعت از قطع درختها دهه اواخر بسیار زیاد خوب صورت گرفته و غرس اقسام نهال هم باید در این مناطق یک کار بسیار زیاد مهم پنداشته شده و باشه که ما هر سال در موسمش نهالهای جوان غرس کنیم که آهسته آهسته بخیر کلان شوه و خودش تبدیل شوه به یک جنگل که کار هم مکلفیت و وظیفه حکومت است و هم وظیفه هر افغان است که در حفظش، نگهداریش، آبیاریش و پرورشش سهم بگیره انشاءالله. یه از جنگل‌های افغانستان و مناطق جنگلی که داریم گفتیم. پس بریم درس جمع‌بندی کنیم که بخیر وقتم تمام است. ما شما در مورد مالداری در افغانستان گپ زدیم. گفتیم که ما حیوانات اهلی داریم مثل گوسفند، گاو شیری و حیوانات بارور مثل اسب، شتر و مرکب. حیوانات وحشی مختلف هم در افغانستان هست. از علفچرهای افغانستان گفتیم و داخل از جنگلات افغانستان گفتم. مناطق جنگلی خودم براتون نام گرفتم. چی یک سفر مزه‌دار بود. من خودم تو در خیالاتم رفتم به علفچرها و به جنگلای افغانستان. شما هم رایم رفتین مطمئن است. ما به این شکل قصه کنم چطور نرین امکان داره. نوشته کنین سوالات کارخانگیتون. سوال اول، جنگل‌های افغانستان در کدام ولایت این کشور قرار دارند؟ سوال دوم، حیوانات اهلی افغانستان کدام هاست؟ سوال سوم، حیوانات باربر کدام ها اند؟ نام ببرید. این 3 سوال کارخانگیتون. درس ما تمام شد. تا که بازم همدیگر را میبینیم. تمامتان به خداوند لایزال. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.